پایان زمستون کنه یلا قص میکنه یخ میکنه گوشکات یخ میکنه خیلی که گوشه ما تای توقیده خنکی نمیزنه شد السلام علیکم علیکم السلام سازن خوبه میشه رحمت میگم یارو با کشی قینسته قینه با قینسته دختری خولا یک گپوی میزنه که جانت میبری یکون کاری آسان نیست در دنیا باش ما زن نداره زن دارم شکری خدایی با گلک نداره دارم 4 تا بچه دارم 4 تا بچه؟ بچه ها چی کاره؟ لبای بچه ها چی کاره هست؟ بچه های من دو تاش استودنتانو حیاتش یا سیخ دا کار میکنه سیخی نباته قنده چمجا کار میکنه و یا تایدیگاش دزده یا چی دزده؟ ایوی باید او دزده بزنین ای خونه سر کنین آخه دیوانه ای چی با؟ حال زندگی خونه را نمو دزد پیش برگشته میشون دیگه سلامتی خوب خیلی دریا رو تماشا کنی خیلی مقصد دریای دهشتناک خیلی این اعصاب آرام میکنه و انسان را الهام میبخشه فهمیدی؟ سلامت باشی سلامت باشی همین اکرم نگاه که وقتی تماشا میکنی احمد دادگی ها چقدر چشم نورش زیاد میکنه نوری چشم زیاد میکنه اکرم گاه خواهیم خیلی یه هفته برنجا و میخوریم همینجا چک چک بکنیم صحبت بکنیم برای چی میگن که عشق به پایان است جان یا چیت پرسان بیا لای آده بیش نگاه بزنیم ها لای آده بیش 10 چی بپرس 15 چی بپرس اینه اصلا جان همین مقصد چیه که همین دریا من میارم وقتی که تماشا بدی موی رو دیگه دیدی موی خیلی نگاه تماشا چه کسی قایده نگاه قربه خرم نگاه موی رو سمجیسه نگاه دیدی چه خیزی رو نگاه نگاه موی رو دیدی کپکا دارم دیدی انا مرحمت کده بشینه تماشا کنه انا چند سوالی داری سوال دادم بگم یکون چه پرسیدنی باشه پرسیدم بگم به جان یا چی پرسیدم میگم که این همین دوگانای من خیلی میگه خطی کوالیرمون تماشا میریم رستوران میریم پارک میریم خیلی می جایی رومانتیک میرونده انا من اهمیت دادم که 2 ماه دخمون گام میزنیم کو تو فقط کیک تماشا بگو اینه میجم یوتیوب تو یگون طرف خونه من نمیبری مقصد دوگانای شما گفتن که کوالیرمون خطی ما رستوران طرف خونه مقصد میریم یکون دچو میریم یکون ساحل یکون جو موی خری پوی خری هرچی شما همه را سوال داشتین که چی با شما ما را طرف خونه نمیبره اینجا میاره اینجا یه جایی که انسان اولش که الهام میبخشه دیمیش که و مستن مثلا من شما را اگر طرف خونه برم فهمیدی اون طرف خونه هر یه اوقات بلازت داره دیگه یکم دیگه من میزنی سیم چوربا میزنی چکر میزنی زلینم میزنی سلات هم میزنی شاشلیک هم میزنی تبکر هم میزنی دیگه او چنده عقلی تو نمیگیره که پلیره کی میتا بلو نروی بلو شمال خدا رایری پایان نروی پایان دا افتو میبره بلو نروی با همیدیم زنگیری گرنگ شدیم بلو نروی بلو شمال خدا رایری این دختر که بینو لحا داره یاری از غمای تو دنیم رحم برم میان یاری نمیدانم کجا برم و سقالی یاری بچه که همسایه ای کجا برامدی تا بایسینو گذار داری دختر همسایه سازی نه سلامتی خودت سلامتی خوبه رحمت چیکو کردی چی نه همجا گشته و کجا برامدی
هنوشم فرقو کلای درو رفته بودم گنجی بداخل تنجی میگن توی داری ها اکه همین نیت نیکایده دینا خونگی جاسو خودی رفته بودم دادم بعد نه نشید کار بود نشد شو خونه تقایم رفتن و سقالی بچه گفتن دادم نه خونمون یک بودای نشد نمیشه دیگه خیلی نمیتونی یکی زنگیری و ازگیری میگن کم دیونه گیکو که راستی گفت که همین زندگی حیات برایم داده دختری هم خلا اکی اینه خیلی ما و شما اینا شکری حالا 20 سال شد 25 سال شد همسویه مقصد یگم تمام سخن بد نیتی بد کدگی نیستیم میگن که بچه همسایه بگو نمیشه همین گرد گوشه خمون آخی زن بگیری همی اکی راستی گفت چند جا نیت کدمون همین خیلی مردم چه خیلی اتش میگه که این قطعی انسیمش میگرده ایش قطعی همکورسش نغز میبینه ایش قطعیش و برای اکای دور کفته سیمه که ولی از همون خاک خداوان انصاف شم بتا خداوان خودش لبن شکر رحمت اکا جان رحمت برای سخنی خوش رحمت مرحمت کنی عشقی بیین با مال خوب چخیلی هاش تنجی های راجع عساقالی رفته بودن هرچی دخترش داده چی؟ کیا که دخترش ترا داده؟ تو نمیدانی من همه قدر در همه قشلوغمون میگشتم من ترا دوست میدارم آخه برای قرینه میگفتم کیا من میرم چیکارش میکنم بگو تست که من میرم چولوش هم میکنم در دستش میتونم کیا دختر؟ او دختر ادرسوش هم من البته که من میرم خطی بیوی اوچش هر دش شرمنده میکنم کیا با تا دخترش هم میداده؟ یا استغفرالله شما همین گپایی گفتین میرین میکنید من میرم میکنم میرم شرمنده خب این قدر سال نگفتی که شما اومده مخولی نگفتی که من شما را دوست میدارم خیلی نگفتم تمام فکر کردم که عرض نیاز شما خودتون مرا دوست میدارین من نفهمیدم که خیلی میشه من همون دختر کو اینم خیلی شرمندگیشو نبرم تو چیزی میگی بگو تست که ادرس شما رفتی تست کن انا من دختری که ترا دادنش کو میرم خطی بیوی اوچه شرمنده شون میکنه فهمیدم خیلی موهاشون میکشیم در دستشون میکنه همین کار در حقیقت میکنی در حقیقت میکنه همین دختر خیلی بیوی اوچه چونکشک خطی میکنی بیوی اوچه چونکشکش میکنه تست که ادرس شما رفتی گوش که مرا حاجی عساقالی رفتن هم کار حاجی حل شده برای خطی بیوی اوچه چونکشکش کن میکنم بگو که جده خونه شون خونه خطون